سلام به همگی. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. امروز تصمیم گرفتم درباره چگونگی قرار گرفتن دست راست و دست چپ توی نوازندگی گیتار براتون کمی صحبت بکنم. اول از همه وقتی که ما میخوایم نوازنده باشیم هیچ فرقی نمیکنه که نوازنده چه سازی میخوایم بشیم. باید این رو بدونیم که عضلاتمون باید شل باشه، یعنی ما اصلا نباید انقباض داشته باشیم، چون اگر انقباض داشته باشیم باعث میشه که دچار یک سری از بیماری‌های نوازندگی بشیم که خیلی برای ما دردسر ساز میشن. اول از همه در مورد دست راست صحبت کنم. ما دست راستمون رو جوری قرار میدیم که انگار کف دستمون یه چیز گرد قرار گرفته، کمی کف دستمون گرده. معمولا شستمون رو تکیه میدیم رو سیم 6 که آخرین سیم هست و پنجمون به سمت بالاه و دستمون شل هست به این شکل. اتفاق بعدی که توی خیلی از نوازنده ها توی دست راستشون میفته اینه که اینجوری ساز میزنن. متاسفانه حتی اگر شستشون رو هم تکیه بدن پنجه‌هاشون اینطوریه، یا خیلی سفت هستن و یا مچشون خیلی بیرونه. همه اینا باعث میشه که آسیب‌های خیلی جدی بعد از مدتی وارد بکنه به مچ دستمون. پس ما اگر شل باشیم و کمی گرد باشه دستمون خیلی اتفاقهای خوبی میفته. حالا در مورد دست چپ. دست چپمون هم همین هست. باید شل باشیم، هیچ انقباضی نداشته باشیم، شستمون رو تکیه‌گاه قرار بدیم طوری که از روبرو شستمون از بالا مشخص نباشه. این هم دلیل علمی داره. چرا؟ برای اینکه وقتی ما شستمون پایین باشه کف دستمون به دسته ساز نمیچسبه و دامنه حرکتمون خیلی وسیع میشه. اما وقتی شستمون بیاد بالا کف دستمون میچسبه و این باعث میشه که حرکتمون خیلی کم بشه. پس شست پایین، هیچ فشاری بهش وارد نمیشه و رها. و دست چپمون هم همونطوری که گفتم شل هست و از سر انگشت، دقیقا از جایی که ناخونها بلند، وقتی انگشتامون رو باره میذاریم از روبرو نباید سر انگشتمون مشخص باشه. اگر این شکلی بود پس درسته. و انقباض هم نباید داشته باشه. اگر منقبض باشه مچ دست خیلی میاد بیرون و مچ دردهای بسیار شدیدی رو این درد سرساز هستش. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. اگر دوست داشتین ممنون میشم که حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارین و چنل من رو سابسکرایب کنید. موفق باشید.